به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبای مستوران شروع میکنیم. این کتاب با قدر بسیار زیادی هستش و کاش میتونستم در 20 یا 30 اپیزود این کتاب رو برای شما بخونم. نمیخوام که خسته کننده باشه و دوست دارم که اگر از نثر این کتاب و روایت داستانی که شروع شده خوشتون اومده، این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. این کتاب توسط آقای دکتر محمد حنیف نوشته شده و در شبکه یک سیما 2 فصل از این کتاب به صورت سریال در اومده و پخش شده. قسمت سوم یعنی فصل سوم این کتاب که به صورت فصل سوم یک سریال هستش در حال آماده سازیه. تا جایی که من اطلاع دارم این کتاب به زبانهای مختلفی در حال ترجمه شدن هستش. در داخل کشور جایزه‌های جلال آل احمد رو برده و امیدواریم که در عرصه‌های جهانی هم بتونه باعث موفقیت کشورمون بشه. این کتاب بسیار زیباست، نثر فارسی قدیم رو داره و خب به طبع خیلی طول کشیده تا نوشته شده و از شما خواهش میکنم گوش کنید و اگر خوشتون اومد حتما تهیه کنید و بخونیدش. از خوش روزگار، من با نویسنده این کتاب فامیل هستم و خیلی خوشحالم که یک نویسنده آرام و ساکت رو که در درونش میتونه چون این کتابی متجلی بشه از نزدیک میبینم. این کتاب توسط نشر دوچرخه چاپ شده و اولین چاپش هم در سال 1401 بوده. با هم این کتاب رو شروع میکنیم. در ابتدا آقای دکتر حنیف این کتاب رو تقدیم به عطا پناهی و محمد رضا گودرزی به خاطر تأثیری که در خلق این اثر داشتن انجام دادن. و اما مقدمه. منطق الطیر عطار در مقایسه با رساله طبریهای ابن سینا، محمد غزالی، شهاب الدین سهروردی، نجم الدین رازی مشهورتر و البته دلنشینتر است. محمد جواد مشکور این اثر بزرگ را چنین خلاصه کرده است: پرندگان انجمن کردند تا پادشاهی برای خود برگزینند، اما هدهد فرزانه گفت که ایشان را خود سلطانی باشد و آن سیمرغ است و طالبان او و جویندگان آن پادشاه باید در راه طلب مقصود جد و جهد نمایند و بر مشکلات بسیار فائق آیند. سالکان این طریق بایستی از 7 وادی یعنی 7 دره پرخطر بگذرند تا به مطلوب برسند. پرندگان که طالب دیدار سیمرغ بودند با وجود همه مشکلات راه طریق سفر اختیار کردند و برای وصول به سرمنزل سیمرغ که در قاف حقیقت مسکن داشت، هدهد را که سالها درک محضر سلیمان جان را کرده بود به راهنمایی برگزیدند. اما چون هدهد باز به شرح دشواری‌ها و سختی‌های راه پرداخت، بیشتر پرندگان هر یک به عذر و بهانه‌ای ترک سفر کردند یا اینکه هلاک شدند و از آن همه فقط سیمرغ جان به سلامت بردند و به کعبه مقصود رسیدند و به قصر پادشاه در آمدند و رخصت حضور به درگاه وی یافتند. پس از آن که پاک و منزه شدند، خورشید سرمدی بر ایشان بتافت و در برابر آینه حق‌نما قرار گرفتند. بیش از عکس سیمرغ در آن نیافتند که به حقیقت سیمرغ با ایشان یکی است و در میان او و ایشان جدایی نیست. گر به تو افتدم نظر چهره به چهره روبرو، شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو. از پی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام، خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو.
می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام، دجله به دجله بم به بم، چشمه به چشمه جو به جو. مهر تو را دل حزین بافته بر قماش جان، رشته به رشته نخ به نخ، تار به تار، پو به پو. در دل خویش طاهره گشت و ندید جز تو را، صفحه به صفحه لا به لا، پرده به پرده تو به تو. منسوب به طاهره قرةالعین و طاهر کاشانی. این کتاب مستوران زیر تیتر اصلیش به نام سوده و سیمرغ نوشته شده. امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد. من نوشته پشت جلد کتاب رو براتون میخونم و کتاب رو شروع میکنم. وقتی دید که حاضر نیستم دست از سر لطفعلی و دیار به قول او نحسش بردارم، ابروهایش را بالا برد. کم مانده بود چشمهایش از حدقه بیرون بزنند. حیرتم از این است که چرا هنوز به این جوان بی قابلیت تهیدست ناسپاس بی وفا دل بسته ای؟ حرفی برای گفتن نداشتم. او هم که نمی توانست قلب برادرزاده‌اش را بشکافد و بفهمد که تا چه اندازه به لطفعلی وابسته هستم. دوباره پرسید: یک دلیل درست برای من بیاور، بلکه از این دل مشغولی درآیم. هرچه به ذهنم فشار آوردم نتوانستم دلیلی برای دلبستگیم پیدا کنم. فقط به قلبم اشاره کردم. عمو سهل که تا لحظاتی پیش خود را فاتح میدان میدید، با دیدن اشاره من وا رفت. چاره‌ای جز مسامحت نداشت. من که هیچ وقت نفهمیدم این اباطیلی که شما نوآمدگان بدان عشق میگویید چیست. اما همینقدر شنیدم که این درد دوایی ندارد. خدا تو را سر عقل بیاورد. فصل اول. در باور ملای اولین مکتب خانه‌ام در بنطس، نام آدم‌ها از مکان و زمان زادن، نطفه، حتی از اهلیت والدین، اصل و نسب و رفیق و معلمشان مهمتر بود. او اعتقاد داشت که سرنوشت ابنای بشر روز نامگذاری آنها رقم می‌خورد. وقتی سوده صدایت می‌زنند، خلق و خوی این نام را به تو تعلیم می‌دهند. شاید همه عمر سنگینی معنای نامم را بر دوش کشیده‌ام. اگر بارها فرو ریخته‌ام، ذره بی‌مقدار گردبادی شده‌ام و سینه بر صحراهای پرت ساییده و گرد خود چرخیده‌ام و یک بار فرو نشسته‌ام، بدان دلیل بوده که پدرم عز و الا دست خط ولادت مرا پشت مصحف سوده توقیع کرده. از آن رو که روز چشم گشودنم به گیتی غبار چون ابری سیاه بر بنطس سایه افکنده بود، شاید اگر سوده نبودم بعد از مردن پدر و مادرم لکنت زبان نمی گرفتم. هر سایه را هیولایی آدمخوار نمی پنداشتم، نمی هراسیدم. خواب شبهایم پر از کابوس و جیغ نبود. بیداری روزهایم انباشته از تردید مردان دراز قامت در نظرم غول نبودند. زنان کوتاه قامت چاق آل، اما نامم سوده بود. به همین دلیل تا مدتها در خوابهایم زبان دراز و سرخ غول و سبد خونین آل را می دیدم و می ترسیدم. ترس همزادم شده بود، چون باید مکافات سوده بودن را می پرداختم. همان گونه که پسر سام نریمان باید به عقوبت زال بودنش در نوزادی از خانه رانده می شد. اما کاش زال بودم، کاش موهایم سپید بود، رنگ چهره‌ام مثل برف و چشمهایم کمسو بودند. در آن صورت می دانستم که محض نامم کیفر نمی کشم، که به جزای زال بودن از زندگی آدم‌ها طرد شدم. وقتی ماجرای نام و بخت سیاهم را
برای دومین معلم مکتبخانه‌ام در بنتوس تعریف کردم، با فخامت کلامش پاسخ داد: آموزگارت ژاژ خاییده است. نام نشانش را بر روح می‌گذارد، اما نه چنان که بتواند هماورد پای افشاردن آدمیان باشد. با این وجود در باور دیرینم خلل نیامد تا وقتی که سیمرغ را در رویای شبانه ام دیدم. رویایی چنان روشن که هنوز هم میتوانم چشمهای زرد و سرخ آن پرنده اساطیری را زیر نور مهتاب ببینم. با صدای نواخته شدن نوک منقارش بر شیشه پنجره اتاقم بیدار شدم. در آن سوی پنجره پرنده‌ای بزرگتر از 10 طاووس، رنگین‌تر از سپیده صبح، پرزنان بین زمین و آسمان صدایم می‌کرد: توده. تا از بستر برخیزم و خودم را کنار پنجره برسانم، پرواز کرده و رفته بود. افسون طاووس ترس از تنها ماندن را از یادم برد. لکنت زبانم رفت و منتظر آمدن پرنده اسطوره‌ای شدم. پرنده‌ای که باید مرا به منقار می‌گرفت و به آشیانش در کوه قاف می‌برد. بعد از رویای سیمرغ حاضر بودم سختی‌ها را به جان بخرم. فرسوده، خرد، کهنه و مذاب شوم. همچون گردبادی سرگردان در بیابان‌ها چرخ بخورم، اما تعبیر خوابم را ببینم. بعد از آن دانستم بدترین نام‌ها نیز در مقابل پایداری آدمیان هیچند، چه رسد که سیمرغ به خوابت آمده باشد. رویای دیدار با سیمرغ هم نباشد، گاهی یک اتفاق ساده می‌تواند مسیر زندگی انسان‌ها را تغییر دهد. لااقل برای من اینگونه بود. اگر عمو سهل به مردی که از او وام می‌خواست اعتماد نمی‌کرد، یا آن روز دیرتر از خواب برمی‌خاست و یا حتی از راه همیشگی‌اش به بازار بنتوس می‌رفت و یکباره بعد از چند ماه همان روز همان ساعت هوس دیدن دوست کاروانسرادارش را نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ در آن صورت ممکن بود شهری به نام مستوران را هم به چشم نبینم، چه رسد به اینکه بخش مهمی از عمرم را در خانه یکی از صاحب منصبانش بگذرانم. بیشک بدون ملاقات اتفاقی عمو سهل با مسافر کاروانسرای دوستش، حوادث متفاوتی در دنیا رقم می‌خورد. حوادثی که حاصلش هرچه بود برای من این شوریدگی را نداشت. گاهی از خودم میپرسم آخر چطور ممکن است درست لحظه‌ای که مسافر غریبه از زیر طاق دروازه کاروانسرا خارج می‌شده، عموی من هم از زیر همان طاق بگذرد؟ چنین همزمانی‌ها کم اتفاق نمی‌افتد. اما وقتی وقوع یک حادثه به آن رنگ و بوی دیگری می‌بخشد، ماجرا فرق می‌کند. زمینه آشنایی دو انسان فراهم می‌شود، دو انسانی که از هر نظر با هم متفاوتند و در شرایط عادی محال است بتوانند یک دم نیز همدیگر را تحمل کنند. آجری که از بارش باران تند سوس شده یکباره از زیر طاق پایین می‌لغزد و قبل از برخورد با سر عمو سهل من، آن مرد مسافر فریاد می‌کشد، عمو می‌ایستد، برمیگردد و آجر به جای شکافتن سر عمو می‌افتد پیش پایش. مسیر زندگی آدم‌ها به همین سادگی عوض می‌شود، بدون آنکه نقشی در آن داشته باشم. حالا هم که یک چشمم اشک است و یک چشمم خون، که می‌دانم سیمرغ حقیقتی انکارناپذیر است و رنگ‌های زیبای پرهایش بیهوده به سیاهی نمی‌گرایند، که دست روزگار بی حکمت اسباب رسیدن به یار فراهم نکرده است. باید به ندای عقل گوش دهم و به ثوابدید دختر حاکم حرمت بگذارم. می توانم بعد از نماز خفتن دمی بیاسایم
و پگاه که بار دیگر چشم به هستی می گشایم حاجت روا شده باشم. تدبیر کار من همین خواهد بود. خودم را بعد از سالها از رنجهای سترگ خواهم رهاند. عقل نهیب میزند که زمان انتخاب فرا رسیده، اما دل بار دیگر به یار مینگرد و رنج او را بر نمیتابد. وگرنه این خوف نبود، این لرزیدن گام، این تپیدن دل، این زکیدن وجدان که بیوقفه به خشم بر من نفرین میفرستد، باز هم تردید، باز هم باد سرد از نهاد سوزان. نمیدانم گام در کدام وادی بگذارم. غروب روزی که نغمه سحرآمیز نوازندگان دوره‌گرد لطفعلی را از خانه بیرون کشاند، لیس و لطیفه با چشمانی گریان صایب را برای چندمین بار در کوچه‌های سیرغاز گرداندند. خوب فکر کن ببین، آخرین بار لطفعلی را کجا دیدی؟ لیس اجازه نداد صایب دوباره حرفهایش را تکرار کند. از چه مسیری رفتید؟ با چه کسی؟ لطیفه چنگ در موهایش کشید، سر به آسمان برد و فریاد زد: ای خدا، بچم کجاست؟ صایب ترسید و گریخت. آسمان که پیشتر برق زده بود غرید و در پیش رکبار باران شروع شد. لیس کنار لطیفه نشست، دستهای زنش را گرفت و از جا بلندش کرد. لطیفه لحظه‌ای سر روی شانه خیس همسرش گذاشت. آب بینیش را بالا کشید. شک ندارم گم شدن پسر من زیر سر جهاندخت حسود است. صدای بغض‌آلود لیس بلند شد: حالا بیا تا سرما نخوردی برویم خانه. لطیفه فریاد کشید: برو تا دیر نشده از جهاندخت بپرس بچه‌م را چه کار کرده. لیس مستحصل شده بود. نمیدانست چه جوابی به زنش بدهد. میدانست لطیفه و جهاندخت با هم رقابت دارند، اما نمیتوانست باور کند که جهاندخت در گم شدن پسرش نقش داشته باشد. اگر به جهاندخت چنین تهمتی میزد، تا پایان عمر نمیتوانست در چشمان سمسام نگاه کند. قبول دارم جهاندخت حسود است، ولی او با پسر 3-4 ساله ما چه دشمنی دارد؟ لطیفه دست برد و آب و اشک را از صورتش پاک کرد. 3 سال و 2 ماه و 7 روز. یادت رفته چند سال برای آمدن همین یکی نذر و نیاز کردیم؟ دوا درمان؟ لیس همراه زنش گریست. لطیفه جایی در آسمان تیره را نگاه کرد. صاحب آنها 2 سال از لطفی ما بزرگتر است، اما نه هوش و حواسش اندازه عزیز دل ماست، نه قد و قواره‌اش. لیس آهی کشید و یک لحظه فکر کرد. تنها فرزندش گم نشده. دلش گرم شد و خواست بخندد که با دیدن اشک‌های زنش به یاد آورد که از ظهر پسرش را ندیده. لطیفه اشک‌هایش را پاک کرد. امیدواری صدایش را رنگ زد. راه بیفت تا دیر نشده. دقایقی بعد در خانه سمسام بودند. لطیفه با این بهانه که شاید پسرکش در خانه همسایه پنهان شده، تمام سوراخ سنبه‌های خانه را زیر و رو کرد. حتی تیرهای چوبی سقف را هم از نظر گذراند. صدای در حیاط رنگ به صورت لیس دماند. خدا رو شکر، لطفعلی برگشت. اما هنوز از اتاق بیرون نزده بود که جهاندخت در را باز کرد. بمیرم الهی برایت لطفی. بعد که چشمش به لیس و لطیفه افتاد، حرفش را ادامه داد: شده یک چکه اشک و دور از جان رفته. سمسام جلوی دهان زنش را گرفت. زبانت را گاز بگیر زن. حال جهاندخت خرابتر از آن بود که جواب شوهرش را بدهد. از ساعتی پیش اضطراب سر در جانش کرده بود و قرار از دست و پاهایش گرفته بود. به مطبخ رفت و با دستهای لرزان تنور را آتش انداخت. بعد صدایش را سر صایب بلند کرد: اینقدر به خودت نپیچ، باران که بند آمده، برو مستراح.
لیس بازوی نحیف صائب را گرفت. می‌ترسی تنهایی مستراح بروی؟ جهاندخت سر تکان داد. صائب من از تاریکی نمی‌ترسد. سمسام از پنجره به مستراح گوشه حیاط نگاهی انداخت. سپس جویده در گوش زنش نجوا کرد. این زن بدبخت بچه‌اش گم شده. میفهمی یا نه؟ جهاندخت شانه‌اش را تکان داد. حرف بدی زدم؟ لطیفه حتی توی تنور فروزان از آتش را نگاهی انداخت و قبل از اینکه ناامید از خانه سمسام خارج شود بار دیگر از صائب پرسید: یک بار دیگر میگویی مردی که دست لطفی را گرفت و با خود برد چه قیافه‌ای داشت؟ صائب این بار محکم جواب داد: زشت، و دوباره از فشار به خود پیچید. لیس مهربانانه پرسید: زشت یعنی چی؟ خب بگو ببینم چه چیزی از او بیاد داری؟ کوتاه بود، بلند بود؟ صاحب جواب داد: اندازه غول بود. بعد دست کشید روی ابروی راستش و جواب داد: اینجایش بریده بود. و بعد دست چپش را برد طرف گوشش و ادامه داد: اینجایش هم نصف بود. سمسام اشک‌های پسرش را پاک کرد و از لیس پرسید: بهتر نیست به جای وقت تلف کردن در اینجا برویم و تا سودی‌ها سیلغاز را ترک نکرده‌اند از آنها بپرسیم لطفی را دیده‌اند یا رباینده آن را می‌شناسند؟ لیس جواب داد: پرسیدیم. تا حالا 1000 بار پرسجو کرده ایم. سودی‌ها نه چنین آدمی دارند نه چنین آدمی را دیده‌اند. لب‌های جهاندخت باز شد. آنها امشب در سیلغاز میمانند؟ کاش. شادی پنهان در لحن جهاندخت نشان میداد که دلش میخواهد مانند هر سال سری به چادر نوازندگان دورگرد بزند و در پناه هیزم‌های گر گرفته به نوای موسیقیشان گوش دهد. اما با فشار انگشت سمسام حرفش را خورد. لطیفه موقعیت را برای حرف نگفته دلش مناسب دید. به خدا جهاندخت، دفعه قبلی که صاحب را فرستادم بازار هیچ قصد و غرضی نداشتم. جهاندخت می‌دانست که اگر پاسخ همسایه‌اش را ندهد یعنی اتهام خود را پذیرفته است. منظورت چیست؟ لطیفه جواب داد: اگر می‌دانستم صاحب گم می‌شود به خدا عمدی در کارم نبود. جهاندخت در اتاق را باز کرد. در این 2 ماه 100 بار این حرف را مثل نیشتر در گوش من فرو کردی. من هم 100 بار درد کشیدم و جوابت را به نرمی دادم. حالا چه وقت گفتن این حرف است؟ سمسام کار لطیفه را راحت کرد. منظور لطیفه خانم این است که اگر به خاطر اشتباه او لطفی را دزدیده ای؟ لیس دستهایش را رو به در باز اتاق گرفت. به این قبله حاجات اگر من چنین خیالی کرده باشم. جهاندخت اشکهایش را پاک کرد. ولی لطیفه فکر می کند من آنقدر بیرحم هستم که زجه جهاندخت شک لطیفه را بیشتر کرد. لیس بار دیگر از همبازی پسرش پرسید: با آن مرد حرف هم زدی مگر نه؟ صاحب جواب داد: آری، ولی اگر پیدایش کردید نگویید من گفتم. این بار سمسام از پسرش پرسید: چرا نگوییم؟ زود باش حرف بزن، زود باش. در همان حال صدا در گلویش شکست و به سرفه افتاد. خم شد و دوباره که سر بلند کرد با ضربه آهسته‌ای که لیس به پشتش نواخت آرام شد. صاحب به خود پیچید. من هم دلم میخواست سیمرغ را ببینم. سمسام آب دهانش را قورت داد تا صدایش بالا بیاید. سیمرغ؟ برآمدگی چیزی جلوی گردنش مثل لقمه‌ای مانده در گلو تکان خورد. گویی بعد از قورت دادن سیب گلو صدایش دوباره بالا آمد. سیمرغ کجا بوده پسر؟ 100 سال است کسی چنین پرنده‌ای به چشم ندیده. جهاندخت پاسخ لطیفه را با این کنایه داد: سیمرغ به خاطر دروغگویی آدم‌ها قهر کرده و رفته پشت کوه قاف. صاحب دوباره به خود پیچید. من هم سیمرغ می‌خواهم. سمسام دماغ پسرش را بین 2 انگشتش گرفت. اصلا می‌دانی سیمرغ چیست؟ صاحب جواب داد:
سیمرغ هزار برابر طاووس است. بالهای پهن و دم درازش از این طرف دنیا تا آن طرف دنیاست. 1000 رنگ دارد. طلایی، آبی، نقره‌ای، زرد، نارنجی، قرمز. جهاندخت پنجه‌اش را روی سر پسرش کوبید. بدبخت، برای سیمرغ گریه می‌کنی؟ هنوز نفهمیدی سیمرغ بهانه دزدیدن دوستت بوده؟ بعد با ادامه حرفش بر هیزم‌های دل لطیفه آتش کشید. تا همسایه به همسایه بدبینه است، هیچ بنی بشری سیمرغ را به چشم نخواهد دید. لیس با صدای لرزانش پرسید: دیگر چه گفت؟ هر حرفی شنیده‌ای بگو. صاحب جواب داد: اول اسممان را پرسید و اسم پدر و مادرهایمان را. بعد لطفی را با خود برد. لطیفه بیقرار در پی فرزند گم شده‌اش سر به اطراف جنباند. نگفتم عمدی در این کار بوده؟ بچه دزد دنبال پسر من بوده. صاحب که با فریاد جانخراش لطیفه بیش از بیش ترسیده بود، شلوارش را خیس کرد و از فرط خجالت نگاهش روی الوار سقف اتاق چپ شد. جهاندخت بو کشید و سر برگرداند و با دیدن خیسی شلوار صاحب پنجه‌اش را محکم خواباند بن گوش پسرش. لطیفه خم شد و صاحب را نوازش کرد و به لیس و سمسام گفت که پسرک را به حیاط ببرند و نظافتش کنند. با خلوت شدن اتاق شیطنت در چشمان جهاندخت برق زد. او که یک بار دیگر با دیدن مهربانی‌های لطیفه زخم نگاه برنده شوهرش را بر تن خود حس کرده بود، به ظاهر برای همدردی با لطیفه، اما بیشتر برای اینکه دل لطیفه را بسوزاند، با خود نجوا کرد: الهی مادرت بمیرد بچه، امشب غریب و بیکس در ظلمات این شب چه می‌کنی؟ لطیفه با شنیدن حرفهای جهاندخت زنجموره کرد. جهاندخت با تمام اضطراب درونش گویی خوشترین ساعتهای عمرش را می‌گذراند. لبخندی زد. می‌دانست که این بار به هدف زده. دلیلش حضور لطیفه و لیس بود. وقتی میدید لطیفه با چه بدبینی خانه را زیر و رو می‌کند، قند توی دلش آب می‌شد. دلش از زن زیباروی همسایه خون بود، از رفتار اشراف مآبانه‌اش، از مقایسه توانایی‌های لطفعلی با صاحب. باید داغ دلش را خالی می‌کرد. حالا می‌فهمی من چی کشیدم؟ لیس برگشت و زنش را راضی کرد بروند و دوباره از سودی‌ها پرس‌وجو کنند. بعد از رفتن لطیفه و لیس، جهاندخت نگاه چشم‌های سیاهش را توی چشم‌های شوهرش دراند. تو فکر می‌کنی من به آن دیلاق حسودیم می‌شود؟ سمسام خندید. منظورت لطیفه خانم است؟ جهاندخت برآشفت. خانم مبارکش نباشد. بله، منظورم همان نردبان دزدهاست. کم مانده سرش به آسمان بخورد. سمسام باز هم خندید. حسودیت نشود جانم. به قول خودت آن لطیفه دراز که آرزو داری خدا نامش را از روی زمین بیندازد زده به قد. تو ماشاءالله زدی به چشم و ابرو. خدا به هر کسی، تو که به پسرشان این را که گفتی، پس بگو. جهاندخت می‌دانست که چشمهایش به درشتی چشمهای لطیفه نیست، اما به شوهرش فهمانده بود که دائم از چشم و ابرویش تعریف کند. باز صدای در گلوی سمسام شکست. سیب وسط گردنش بالا و پایین رفت. ولی نه، دلت قنج می‌رود نه؟ جهاندخت به بدنش تابی داد. پوزه این ماده سگ نتوانست حرفش را تمام کند. حالا دیگر دلش واقعاً برای لطیفه می‌سوخت. بیشتر برای لطفعلی. 2 ماه قبل وقتی لطیفه صاحب را برای رساندن پیغامش به لیس فرستاده بود بازار و صاحب کوچولو راهش را در کاروانسراهای تو در توی بازار گم کرده بود، جهاندخت مرگ را با چشم خود دیده بود. همان زمان تصمیم گرفت انتقامش را از زن همسایه بگیرد. همین بود که دوست داشت پهلو به پهلوی زن لیس راه می‌رفت و آه کشیدنش را همچون حلوای شیرین قورت می‌داد.
دارد از گلویم پایین می‌رود. اما وقتی لطیفه و لیس رفتند و او دور از چشم شوهرش از خانه بیرون زد و خود را به کاروانسرای شرقی سیلقاس رساند و شنید که دهناد صفحه‌اش را تحویل داده و رفته، کامش تلخ شد. شب که به نیمه رسید دیگر آتش حسد او هم خاموش شده بود. حتی نتوانست لقمه ای از شام شاهانه ای را که به مناسبت پاسخ دادن به ضربه رقیب همیشگیش پخته بود به دهان بگذارد. خدایا، خودت می‌دانی قرار بود فقط چند ساعتی پسر لطیفه را. گریه امانش نداد. فقط همان اندازه که من عذاب کشیدم راضی نیستم لطفی گم شود. دست گرم سمسام بازوی جهاندخت را لمس کرد. حالا این دهنات که میگویی چقدر بابت دزدیدن توله لیس؟ جهاندخت برآشفت. قرار نبود پسر لطیفه را بدزدد. چند بار بگویم؟ 2-3 ساعت، فقط 2-3 ساعت، همانقدر که من بابت گم شدن صاحب بدبختی کشیدم. صدای سمسام به شوخی بلند شد. میگفتی خودم میبردمش شهری دیگر و در بازار برده فروشان میفروختم. ناخنهای جهاندخت صورتش را خراش داد. وای خدای، ممکن است بیچاره را برده باشد بازار برده فروش ها؟ سمسام جواب داد: چرا نبرد؟ من هم بودم همین کار را میکردم. این بچه دزد میداند که تو او را لو نمیدهی، پس با خیال راحت میرود تا بابت زحمتش پول بیشتری به کف آورد. امیدوارم که تا اینجای کتابی که براتون خوندم از نثر و روایت داستان خوشتون اومده باشه. این کتاب نثر زیبایی داره. درسته که سریال دیدن خیلی آسون تره و از شبکه 1 جمهوری اسلامی ایران میتونید که فصل 1 و 2 سریال مستوران رو ببینید، ولی اینکه کتاب رو در دست بگیرید و نثر زیبای این کتاب رو بخونید خیلی فرق میکنه. امیدوارم که هر طور که تمایل داشتید این کتاب رو به سرانجام برسونید و لذت ببرید از کتابی که بر مبنای خاطره سیمرغ نوشته شده و از عشق در اون بسیار دم زده شده است. صفحه آرایی این کتاب هم توسط دختر آقای حنیف انجام شده که زیباست. امیدوارم که لذت برده باشید. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.